سوال کردن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین مردم چه کسانی هستند و بهترین عمل چه عملی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین مردم احب الناس الی الله انفعهم للناس. محبوب ترین مردم نزد خدا، مفیدترین مردم به خلق خدا هستند. هر کسی که نفعش و خیرش و فایدهش بیشتر از همه به خلق خدا میرسد اون مفیدترینه، اون بهترین نزد خداست. پیامبر معرفی میکنه، نگفت کسی که نماز خوب فقط میخونه برای شخص خودش، گفت انفعهم للناس، بهترین خلق خدا. پیامبر معرفی کرد گفت مفیدترین برای خلق خدا، کسی که قدم خیر برای خلق خدا برمیداره. و گفت بهترین عمل چه عملی است؟ باز پیامبر ارشاد فرمود سرور تدخله علی مسلم، یه خوشحالی که بر قلب مسلمانی وارد بکنی، یه دلی رو خوشحال بکنی، اشک رو پاک بکنی،